در تورات و انجیل یهودیا وقتی که دست زدن نام‌ها را تغییر دادن، کلمات را تغییر دادن، صفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم تغییر دادن. عوض کلمه رجم کلمه دیگی را آمدن استعمال کردن. گفتن که نه زناکار رجم نشه. چی شوه؟ گفته که زناکار روش سیاه شوه. بازوی عوض رجم کلمات تغییر میدادن، کلمات هم میکشیدن. پس اینال احیانا تغییر کلمه است که یک کلمه را، کلمه رجمه و کلمه روی سیاه کردن تغییر دادن یهودیا. بسیاری جایا کلمه الله را به بچه الله تغییر دادن. عوض جایی که نام الله بود نام عیسی را داخل کردن. به این شکل اینا چی کردن؟ تغییرات لفظی آوردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصطلاح دوم اصطلاح تحریف است. احیانا کلمه تحریف استعمال میشه و اگر ما نفهمیم در جریان درس ها بیایی که نامهای خداوند تحریف نکنیم. این حال باز نفهمیم که تحریف چی را میگه که ما او کار نکنیم یا بکنیم. به این خاطر پیش از اینکه به او شروع بکنیم این اصطلاحات گفتیم باید بفهمیم. یکی از اصطلاحات مهمی که امروز سرش بحث میکنیم اصطلاح تحریف است. تحریف، کلمه تحریف است. کلمه تحریف در زبان عربی شما خب میفهمین که تحریف در زبان عربی به معنای میلان یا تغییر است. مثلا یک نفر از یک جهت به طرف دیگه میل میکنه، این رو تحریف میگن در زبان. در زبان همین تحریف میگن و معنای میلان است. مثلا میگن عرب ها یحرف القلوب ای یمیلها، قلب ها را تغییر میده از یک جهت به جهت دیگه، برای میلان میده به اون طرف. یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینجا هم تحریف در آیت قرآن آمده که یحرفون الکلمه عن مواضعه، یعنی کلمات از یک جایش تغییر میتن، میلش میتن به دیگه طرف، به اون طرف تغییر میتنش. کلمه یک معنا داره، این معنایش اون طرف تغییر میته، اون طرف میبره. پس از نگاه لغوی تحریف به معنای چی است؟ به معنای تبدیلی، به معنای میلان، به این معنا هست. و تحریف در اصطلاح شریعت اسلامی که علمایی را استعمال میکنن، این تحریف تعریف میکنن، میگن که تحریف برگردانیدن سخن از طریق درست و طریق غلط. برگرداندن سخن، یک سخن از راه درستش میکشی به طرف غلط منفی میبریشه، او را چی میگن؟ در اصطلاح شریعت اسلامی تحریف میگن. برگرداندن سخن از طریق درست و طریق غلط. از راه درست مستقیم یک کلمه معنای بسیار خوب و درست داره، این یک کس معنایش تغییر میده به طرف دیگه، این تحریف میگن. پس تحریف تغییر نص کتاب الله هست، نص کتاب الله. کدام کتاب الله؟ هر کتابش که باشه، به شکل لفظی یا معنوی. تعریفات امی قسم منظورش تعریفات علما زیاد کردن. خب هدف کلش اینمی در این نقطه میچرخه که تحریف عبارت از تغییر دادن لفظ و یا تغییر دادن معنای کلام الله می باشه که این یک کسی یا قصدن میکنه کافر و بیدین است و یا سهوان میکنه مسلمان جاهل است، بیخبر از دین است، خودش نمیفهمه، از پیشش تحریف صورت میگیره و کسایی که باز از این جاهلا پیروی میکنه او هم در اموت یک بدبختی مبتلا میشه. و مردم افغانستان در این مشکل چرا مبتلا میشن؟ به خاطر از این که اگر در ما در یک جای رفتم، سبحان الله، یک روز در مدینه منوره بودیم، یک کسی که خودش به نظر ما بسیار عالم معلوم میشد که هر گپی که میزد بسیار عالم بود، مرا بسیار خوشم آمد. بچه بسیار جوان و از افغانستان ما و شماست، به اندازه یا علمیت داشت که خود از این خطیب است در یکی از مساجد در عربستان سعودی برای عرب ها. یعنی افغانی ما خطیب است در مسجد عرب ها.
به سطح رسیده که برای عرب ها امامت میکرد. یک گپ جالبش است، گفت در ریاض، مرا گفت استاد در ریاض یک کورس یک درسی از فلانی حدیث شریف جور شده. سبحان الله. گفتم اونجا است بر 2 روز یا 3 روز است. مرا گفت استاد شما هم بیاین که بریم. خب من باز کوشش کردم چون ویزه ریاض نداشتم رفتن نتونستم، اینجا مصرفیت هایم زیاد بود، معذرت خواستم. شما تصور بکنید یک نفر از مدینه منوره به خاطر 3 روز درس حدیث به ریاض میره، به یک شهر دیگه که 700 یا 800 کیلومتر از اون منطقه مسافت داره. تصور بکنید یک نفر مثلا از مزار میاد کابل که من کورس عقیده استاد دایی در این مسجد نوابات دیکیپک پیش تانک دل بصیر سالنگی مسجد حضرت عثمان جور کردن. آیا تصور میکنید؟ در خواب نمیبینید گپا. لکن او چرا این کارا میکنن؟ از ما کسایی که نمیفهمه این کارا میکنن. او عالم است، لکن سبحان الله، الله چقدر برش تواضع داده، چقدر برش علمیت داده که در حلقه یک عالم دیگه میشینه. به هر صورت اینا میایم سر اصطلاحات. اصطلاح رو فهمیدیم که تحریف در لغت چی میگن و تحریف در اصطلاح چی میگن. اینا میایم اقسام تحریف. تحریف که است گاهی در لفظ میایه و گاهی هم در معنا. تحریف در لفظ چه قسم است؟ احیانا یک نفر حرکت تغییر میده. و کلم الله موسی تکلیما. الله میگه و کلم الله. اینجا وقتی که الله میگه که و کلم الله، سیکو کلم الله، اینجا ایش پیش داره، یعنی سخن گفت الله با موسی علیه السلام. یک کسی میگه و کلم الله موسی، اینه میگه وقت سخن گفت موسی با الله. پس اینجا سیکو چقدر معناش چی شد؟ تغییر آمد. اینه تغییر در چی میگن؟ اینه تغییر میگن در لفظ. فهمیدین؟ پس اینا کلم الله و موسی تکلیما را کلم الله، اینجا تحریف در چی آمد؟ تحریف در لفظ آمد. احیانا کلمه را تغییر میدن. اینا را شما سوال کنین. یکی از تحریف های خطرناکی که در افغانستان رواج داره الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الله هنشته میکن 66 تحریف شد نشد. بسم الله الرحمن الرحیم ایوازی که نشه کنه بسم الله الرحمن الرحیم. استاد در مکتب چی نشه میکنه؟ چی نشه میکنه؟ 786. پس 786 بویی چی است؟ میگه ای بسم الله الرحمن الرحیم است. اینو تحریف کرد نکرد؟ ها؟ جمله را به چی تغییر کرد؟ به جمله دیگه. پس تحریف لفظی گاهی تغییر در حرکت می، گاهی در حرف می، گاهی در کلمه می، گاهی در جمله می، گاهی در عبارت می. پس اینا گرفتن اینمی کلمه را تغییر دادن، جمله را تغییر دادن، عبارت را تغییر دادن. 66 الله هست. دروغ میگن. به خاطر ازی که اگر 66 نشه کنی الله هست. چرا؟ میگه به خاطر ازی، میگه الف لام هید چشمه. میگه الف در ابجد یک است. ابجد هوس حطی. اینه میگه لام سی است. این لام دوم سی است. ابجد هوس. اینه میگن 5 است. پس میگن 1 جمع سی جمع سی جمع 5 مساوی میشه به چند؟ 66. بسیار خوب. پس میگه 66 چی است؟ الله هست. اینال لاله اوندو میگه نه، لاله هم 66 است. سایکو لام الف لام ایگردک لام سی الف 1 لام سی ایده چشمه 5 مساوی چند شد؟ پس آیه تعویزی که لاله اوندو نشه کرده نام خدا نشه کرده یا نام خدا را؟ چطور بازی داده مردم؟ اینال تحریف یا تغییر کلمات حرکت تغییر میده، یا حرف تغییر میده، یا کلمه را تغییر میده، یا عبارت تغییر میده، یا جمله را تغییر میده.
بعضی از تحریف لفظی هست که بسیاری وقتا در تورات و انجیل یهودیا وقتی که دست زدن نام‌ها را تغییر دادن، کلمات را تغییر دادن، صفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم تغییر دادن. عوض کلمه رجم کلمه دیگی را آمدن استعمال کردن. گفتن که نه زناکار رجم نشه، چی شوه؟ گفته که زناکار روش سیاه شوه. بازوی عوض رجم کلمات تغییر میدادن، کلمات هم میکشیدن. پس اینال احیانا تغییر کلمه است که یک کلمه را کلمه رجمه و کلمه روی سیاه کردن تغییر دادن یهودیا. بسیاری جایا کلمه الله را به بچه الله تغییر دادن. عوض جایی که نام الله بود نام عیسی را داخل کردن. به این شکل اینا چی کردن؟ تغییرات لفظی آوردن. احیانا تحریف توسط به زیادت میشن. مثل زیاد کردن چی است؟ زیاد کردن حرف یا زیاد کردن کلمه یا زیاد کردن عبارت در یک جای هست. از این خاطر یهودیا و نصرانیا چرا لعنت خدا سر از اینا نازل شده که اینا بعضی از کلمات و بعضی از جملات و بعضی از عبارات و بعضی از قصه ها را زیاد میکردن در کتاب الله. از دل خود قصه میساختن. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، شدت عذاب است به او کسانی که کتاب به دست خود نوشته میکنن ثم یقولون هذا من عند الله، میفتنی از جانب الله نازل شده. این اختونش کردی به دست خودت از مغز خودت بازی. از این خاطر آیت قرآن چی میگه که فویل، پس شدت عذاب است للذین، برای کسانی که یکتبون نوشته میگن الکتاب بایدیهم، کتاب را با دستشان، ثم سپس پیش مردم وقتی که آمدن یقولون هذا من عند الله، از جانب الله هست، از جانب الله هست. فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون، پس شدت عذاب است برشان ان شاء الله در روز قیامت به خاطر نوشته کردنشان، و شدت عذاب است به خاطر از اینکه در مقابل از آنچه که اینا کاری که کردن یا پولی که آید گرفتن و یا که مردم به گمراهی سوق دادن. این فکرتان باشه که این تو تغییرات و تبدلات در چیز آمده. و در مسلمان ها هم مثلا کلمه استوا را استولا، استوا، الرحمن علی العرش استوا، در قرآن گفته که رحمان الله در عرش استوا نمود. یا استوا را خواستن که تشبیه بکنن، فکر کردن والا اگر ما بگیم استوا پس خداوند در عرش استوا نمود، او اینجا خب باز تشبیه من خدا از تشبیه خلاص کردن، در چی خدا داخل کردن؟ در تحریف. قرآن میگه هر قسمی که به ذات و عظمتش شایسته هست اونم قسم اگر شش به شکل ما نه، چون ما مخلوق هستیم، ششتن ما در چوکی قسمی است. این خود ششتن کسی است که پای دست مادی است. این که الله جل جلاله چه قسم استوا کرد در عرش به ذات و عظمتش میشه و ما نمیفهمیم، ما تسلیم هستیم. نصف عقیده چی است؟ تسلیمی و نمیفهمم. اما گفتنی بگو این خلاص خدا زد خراب کرد. از این خاطر اینال یکی از تحریفات چی هستن؟ زیادت است در چی؟ مثل که زیادت امروز در قصه های قرآن، سبحان الله، صبح که من میخواندم در افغانستان، فکرتان باشه جوانای مسلمان که در قسمت پیغمبرها و قصه های پیغمبرها بسیار جفا صورت گرفته، خصوصا از شاعرها که خداوند اینا را ببخشه، خصوصا از شاعرها، خصوصا از ناطخانا. شاعرها و ناطخانا در قسمت پیغمبرها و قصه هایشان بسیار تحریف و زیادت و اضافه‌ای کرد. در قرآن نتونستن که اضافه‌ای کنن، لکن قصه ها را صاحب دروغ جور کردن. متاسفانه در قسمت قصه ها دو سه آیت قرآن به یاد داشته باشیم. دو سه آیت قرآن چیست؟ یک آیت قرآنی هست که الله سبحانه و تعالی در سوره یوسف علیه السلام میگه نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان كنت من قبله لمن الغافلین. الله سبحانه و تعالی میگه که ما براتون بیان میکنم بهترین قصه را، بما اوحینا الیک، به سببی که ما براتون وحی روان کردیم. هذا القرآن، این قرآن وحی هست، از این خاطر قصه های پیغمبرها را از طریق وحی ای پیغمبر بر تو بیان میکنم. و این کنت من قبله لمن الغافلین، اگرچه تو ای پیغمبر سعی کنین سبحان الله ای محمد صلی الله علیه و من قبل از این توی قصه ها را نمیفهمیدیم، خودت ای پیغمبر این قصه ها را نمیفهمیدیم، ما برای تو قصه ها را بیان کردیم. بنابراین قصه را که وحی میشه یاد بگی و بر مردم خبر بده. سوره یوسف علیه السلام آیت 3. خب در سوره هود آیت 120 میگه و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكلا نقص عليك من انباء الرسل. الله میگه ما براتون بیان میکنم قصه های پیغمبران را، ما نثبت به فؤادک، تا که ما قلب تو را توسط از این قصه ها مستحکم بسازیم. خب این سوره هود آیت 120. در آیت دیگه چی میگه؟ ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. ذلك من انباء الغیب، این قصه ها که از قصه های غیب است، خوب دقیق باشید. ذلك من انباء الغیب، این قصه ها خبرهای غیبی هست، قصه های پیغمبران، قصه هایی که در قرآن آمده، قصه هایی که مربوط به شخصیت های قرآنی میشه. نوحیه الیک، ما ایره به شکل وحی بر تو بیان میکنیم. و ما کنت لدیهم، ای پیغمبر تو نبودی در نزدیکشان اذ اجتمعوا امرهم و هم یمکرون، وقتی که اونا این کار میکردن و مکر میکردن. و درباره قصه هایی که در مورد یوسف علیه السلام یا دیگه پیغمبرا، کسایی که تصمیم های زشت گرفته بودن، میگه تو در اون قصه وقت نبودی، این جریان مفصل نمیفهمیدی. الله میگه که انباء غیب است که ما بر تو به شکل وحی بر تو بیان میکنیم. سوره یوسف آیت 102. خب در سوره هود آیت 49 میگه که تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقین. تلك من انباء الغیب، این قصه های پیغمبران قصه های غیب هستند. نوحیها الیک، ما ایره به شکل وحی بر تو بیان کردیم. ما کنت تعلمها انت، نه توی را میفهمیده پیغمبر، ولا قومک، و قومت هم ایره نمیفهمید. من قبل هذا، قبل ازی نه خودت میفهمی نه قومت میفهمیدن. فاصبر ان العاقبة للمتقین. سوره هود آیت 49. اینا شما تصور بکنین، شما کسانی که به قرآن ایمان دارین، حالا بسیاری قصه هایی که در افغانستان هست، خب حالا گفت که قصه ها را الله بیان میکنه، قصه های پیغمبرا را، و دومی که قصه های پیغمبرا مربوط به غیب میشه. حالا شما بسیاری می قصه های سنگ تراش و قصه های چوپانه که قصه های سنگ تراشه که امروز در بازارها در کاستا فروخته میشه و تمام روز که مچم چوپان چطور کرد و چنان کرد. این قصه ها به غیر از اینکه عوضی که آدم ایماندار بسازن، آدم در شخصیت پیغمبر مشکوک میسازه که چرا موسی علیه السلام رفت خانه چوپان خراب کرد، یا چرا خانه سنگ تراش خراب کرد. و یا در مثنوی وقتی که میخوانیم که چوپان رفت و خانگک ساخت و گفت فدای تو همه العیاذ بالله. این قصه ها در کجا هست؟ یعنی جناب همین کتاب امیره که نقل کرده مثنوی و این نقل کرده مثلا جناب دیگه که ترانه ها را میخوانه و این چیزا را میخوانه. شما بپالین که همین قصه در کجای قرآن است وقتی که غیب است؟ غیب هیچ کس گفته نمیتونه. پس شاعر از غیب گپ میزنه؟ در قرآن هست، در حدیث هست، کو کی سندش
برین از علما پرسان بکنین که آیا قصه چوپان و آیا سنگ تراش در نص قرآن آمده؟ اگر نص قرآن نبود قصه توقیفی شد. وقتی که غیب شد، غیب چی است؟ توقیفی است که باید در اونجا توقف بکنی، از خود قصه را زیاد نکنی، از خود قصه را کم نکنی. از این خاطر میگن که بسیاری کسایی که مثلا حتی دیدن فیلم سریال یوسف علیه السلام، علما میگن که حرام است. چرا؟ در بسیار قصه هایی که سر پیغمبر تهمت شدن. آیا پیغمبر عاشق یک زن فاسق و فاجر؟ الطیبات للطیبین، پیغمبر پاک است، باید همسر از یک زن پاک باشه. آیا پیغمبر سر یک بت پرست زناکار و او معلوم است که زن صراحتا زناکار بود؟ نص قرآن میگه که زلیخا چی بود؟ زناکار بود. یوسف علیه السلام به زنا دعوت میکرد و الله او را حفظ کرد در زنا و عفت و پاکیش خداوند حفظ کرد. این حال به امرای او زن زناکار ای عاشق میشه و به امرای از او ازدواج میکنه و اونجا قرآن میگه الطیبات للطیبین، زنان پاک نصیب مردهای پاک میشه. الخبیثات للخبیثین، زنای چتل زناکار چی میشه؟ به خبیث میشه. باز اینجا دیگهش میگه که الهی زلیخا عزیزت بمیرد که یوسف به تخت تجمل نشیند. این شاعرای هستن که از عقیده خبر ندارن، از عصمت پیغمبرها خبر ندارن، از الطیبات للطیبین خبر ندارن. میشه که احیانا زن پیغمبر کافر باشه مثل که زن نوح علیه السلام بود، لکن فاسق و فاجر و زناکار نبود. میشه یک زن کافر باشه لکن زناکار و فاجر نباشه، مثل که هند خانم ابو سفیان یک کافر بود، پس آن مسلمان شد. وقتی که آیت زنا نازل شد گفت یک زن آزاد زنا میکنن، پس احیانا وقت کافر می باشه لکن با شخصیت زناکار نمی باشه. ولی یگان وقت کسایی می باشه که مثلا شد چطور تو یک زن زناکاره. باز قصه از ارتباط میتی به یوسف علیه السلام. باز یوسف علیه السلام میگه دوست داشت، سر از عاشق بود، باز پسی جوان میشه، باز پس همراه ازدواج میکنه. کلش گپ زدن و مداخله در غیب است. از این خاطر کسی که به این عقیده بمره، با این عقیده بکنه، از عقیده اسلامی خارج است. باید عقیده خود قصه های پیغمبران را مطابق قرآن بفهمیم. به هر صورت از این خاطر در قصه های پیغمبران چی هست؟ در قصه های قرآن عقیده هست، حفظ ادب است با الله، حفظ ادب است با پیغمبران الله، حفظ ادب است با آیات قرآن، حفظ ادب است با موسی علیه السلام، حفظ ادب است با یوسف علیه السلام. اما این قصه های دیگه که دیگران میسازن، این شاعرها و فیلمسازا و دولچیا و سرنایچیا، یا که این قصه ها را میسازن یا چی میکنن، در این قصه های از یا بیادبی هست، تحریف است، تغییر آیات قرآن است، بیادبی در مقابل پیغمبرها هست، بیادبی در مقابل صحابه کرام است، بیادبی در مقابل شخصیت کسای شخصیت‌های معصوم است. سبحان الله، عقیده تو خو میگی که من عقیده دارم، اهل سنت هستم، عقیده من عصمت پیغمبرها هست. وقتی که تو پیغمبری را او رو تو صاحب با یک زناکار او رو ازدواجش عقیده میکنی، عصمت از او کجا شد؟ الخبیثات للخبیثین، زنای خبیث نصیب مردهای خبیث میشن. تو این چه قسم تو جز عقیده یا جز از این میسازی؟ یا چطور یک پیغمبر معصوم میخیزه خانه کسی را خراب میکنه، اتاقش خراب میکنه، دل از اسلام سیاه میکنه؟ شما همین قصه ها را بخوانین و با این دو آیت قرآن سر بتین، ببینید که چقدر در تکر است علم و عقل و دانش. کسایی که علم داره درجهشان پیش الله بسیار بلند است. کجا از درجه کی بلند است؟ درجه کسی است که درس عقیده خوانده باشه، عقیده خود از قرآن گرفته باشه، ادب خدا با شخصیت های اسلامی مطابق قرآن با اونا ادب بکنه. تو خونه است که به نام پیغمبر بخیز سرخی سفیده بکو، بیبی مریم بگی رشخند سرش بچور کو، سر صحابه رشخند بزن، تصاویر از اونا رو صاحب رشخند بزن و ایره هنر فکر کو. این هنر نیست، این داخل شدن در لعنت الله هست، این داخل شدن خارج شدن از دایره ایمان است، این بیادبی به شان پیغمبرها هست. از این خاطر ناتخوانی که اساسش به قرآن نباشه، از اون ناتها توبه بکنین، از اون ناتها رو وسو بکنین و رجوع بکنین. و او کسی که نمیفهمیده، اکثرشان شما ببینین کسایی که همین قصه ها رو رواج دادن، یک روز کورس عقیده نخواندن، یک روز آیات قرآن فکر نکردن. 23 سال است که در عقیده اسلامی و در اسلامیات درس میخوانم و 13 سال است که مشخصا در عقیده تحقیق میکنم. تا بال سبحان الله دم وقت هنوزم نتونستیم که بسیاری از مسائل عقیده، همین درسایی که باور بکنین، همین که من بر شما میتم، همین روز صبح ما کتابای علما را خوانده میرفتم درباره تحریف و اقسام و تقسیم بندی و مثالا و گپایشون از اونها یاد میگرفتم. پس قصه های قرآن که از بر ما چی درس میده و ما چی میکنن در قصه های قرآن؟ چی است؟ ادب است با پیغمبرا، گرفتن عبرت است، درس عقیده هست، تثبیت قلب است، قلب تو را به ایمان قوی میسازن. این قصه هایی که ساختگی هست این تو را عقیدت ضعیف میسازن.
عقیدت خراب میسازه. به هر صورت ما و شما او را خوانید. قسم دومش زیاد است، نقصان است. بعضی از نقصان چی را میگن که بعضی از الفاظ چی میکنن؟ کم میگن. مثلا یهودی‌ها میامدن در مجلس پیغمبر، وقتی که سلام میدادن نمیگفتن که السلام علیکم، میگفتن السلام علیکم. ببینید یکی السلام است، یکی السلام است. السلام اینجا یک الف داره، وای واسه سلام چی را میگفتن؟ السلام. لام چی کردن؟ از بین بردن، ناقص کردن، یک حرف کشیدن. پس وقتی که از لفظ لا کشیدن، یعنی وقتی که برای کس میگفتن چون خبیث بودن، نیتشان خراب بود، لعنت خدا سرشان نازل بود، مسلمان ها میگفتن السلام علیکم، بالای شما سلامتی و رحمت خدا باشه. و باز که میامدن چی میگفتن؟ السلام علیکم، یعنی مرگ بر شما. سام چی رو میگه؟ مرگ است. یعنی این نقصان الفاظ است که بسیاری وقتا بعضی الفاظ حذف میکنشن. خب این حالی شد تحریف لفظی. تحریف لفظی که تغییر حرکت است یا زیادت است یا نقصان است. تغییر دومش چه قسم است؟ تحریف معنوی هست. تحریف معنوی چی است؟ که از یک تغییر دادن معنای لفظ است از معنای ظاهریش به معنای دیگه. یعنی تغییر معنوی چه قسمه؟ که یک لفظ قرآن یا یک لفظ کتاب الله را معنای ظاهریش اوسو میکنه، یک معنای دیگه را از دل خود بر از اون میسازه. باز میگن صاحب قرآن که یکی ظاهر داره و یکی باطن داره و 7 معنا داره و قل هو الله احد، بگو که الله چی است؟ یگانه هست. صحیح است؟ حالا که معنای باطنی از چی است؟ 7 معنای از چی میشه؟ نه میگن صاحب معنایش بسیار چی است؟ بسیار مختلف است. گفتیم چه قسم؟ مثلا میگه کاف ها یا عین صاد، حروف چی است؟ مقطعات. مفسرین کلشان به چی اجماع کردن؟ که کاف ها یا عین صاد الف لام میم قاف الف لام میم ها میم کلش حروف مقطعات است. ما میگیم که الله اعلم بمراده، الله مقصدش میفهمه، حروف مقطعات است ما معنیش نمیفهمیم. صاحب کسایی که تحریف کردن چی میگن؟ در یکی از کتابای تفسیر سعی چه قسم تحریف شدن نوشته کرده که کاف فالکاف و اسم کربلا، کافش کربلا، هایش هلاکت عطره، هلاک شدن. خب ولیا یزید، کافش کربلا، هیچ هلاکت امو اطرات یا اهل بیت پیغمبر، یا اشکی یزید که دشمن از اینا بود، عینش عطشه یعنی عطشان تشنه بود، حضرت حسین که چیز شد، و صادش هم صبر. یعنی چی میگن؟ تحریف معنوی که معنای آیت قرآن چی میکنن؟ تحریف میدن. از این خاطر بسیاری وقت همین مردمایی که بیدین هستن و گمراه هستن و در احزاب و گروه های مختلف رفتن، آیات قرآن مطابق مزاج خود چی میکنن؟ تفسیر میکنن. باور از اینا سخت‌ترین عذاب خداوند است. خب خطر و زشتی تحریف در چی هست؟ مطلب سوم. خب اینا تحریف، گاهی تحریف غلط، تفسیر غلط میشه معنوی، یا قصه های غلطه جور میکنن. یک آیت قرآن میخونه، قرآن عظیم شان، ببینید برادر عزیز، قرآن عظیم شان کتاب قصه نیست، کتاب قصه نیست. ذالک الکتاب، امی کتاب لا ریب فیه، او شک نیست. کتاب چی است؟ هدایت است. هدی للمتقین. پس قرآن کتاب چی است؟ کتاب هدایت است. این حال قصه های قرآن برای عبرت آمدن. قصه های قرآن برای عبرت و برای هدایت است که تو از این قصه درس بگیری. از این خاطر از قصه های پیغمبرها فقط امو قصه هایی که عبرت بر موضوع است امو را آوردن. قصه های مشابهش کلشون آورده. اگر چندین هزار پیغمبر بود اما نام 28 پیغمبر ذکر شده، چرا از چندین هزار پیغمبر از 30 تن کمتر پیغمبر نامایشان ذکر شده؟ به خاطر از اینکه قصه های از اینا که عبرت داشت او را ذکر کرد، قصه های دیگه که مشابه قصه های از اینا بود او را نآورد. و از قصه های از اینا امو جاهایی که بسیار جای عبرت و پند از بر ما او را گرفتن.
کل قصه را صاحب از اول تا به آخر قصه نکرده. اینا قصه های قرآن برازی هست. اینا بعضی کسها چی کردن؟ قصه های غلط چی کردن؟ آوردن در زیر یک آیت قرآن قصه را داخل کردن، کلمات از یک شده جای دیگه. اینا تحریف، باز ما شما در سایه خود میخونید که این خود تحریف به شکل عام بود که در تورات میشد، در انجیل میشد، تحریف در کتاب‌های قدیم شده، در تحریف لفظی میشه، معنوی میشه، تحریف حتی در احادیث تغییرات میارن، تحریف در چیز، این کلش صورت میگیره. لکن باز ما شما در باب توحید باز این که در اسماء الله چه قسم تحریف میشه، در صفات الله چه قسم میشه، بازی ان شاء الله در درس‌های بعدی میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت